بعد از توقیف یک نفتکش مرتبط با ونزوئلا، دونالد ترامپ جلوی خبرنگارها قرار گرفت، اما جوابهایی که داد فقط درباره ونزوئلا نبود. از رقابت شدید آمریکا و چین گرفته تا هوش مصنوعی، تعرفه‌ها و آینده اقتصاد. توی این برنامه قرار خیلی سریع و ساده بررسی کنیم ترامپ چی گفت و پشت این حرفها چه پیامی بود. دولت آمریکا اعلام کرد یک نفتکش مرتبط با ونزوئلا رو توقیف کرده. این اتفاق در ادامه سیاست‌های سختگیرانه‌ای که آمریکا سالهاست علیه دولت ونزوئلا اجرا می‌کنه. ترامپ بعد از این خبر به سوالات خبرنگارها جواب داد و تأکید کرد که این اقدام بخشی از سیاست فشار حداکثری آمریکا بوده، سیاستی که به گفته خودش برای حفظ منافع اقتصادی و امنیت ملی آمریکا انجام میشه. اما بخش جالب صحبت‌های ترامپ جایی بود که درباره بدهی دولت که 38 تریلیون دلاره و تعرفه‌ها بود و بحث رو کشون به هوش مصنوعی. اون گفت آینده اقتصاد جهان به AI گره خورده و رقابت اصلی توی این حوزه فقط بین دو کشوره، آمریکا و چین. ترامپ تاکید کرد که آمریکا باید در ساخت دیتا سنترها، چیپ‌ها و زیرساخت‌های هوش مصنوعی جلوتر از بقیه کشورها باشه و اجازه نده چین ازش جلو بزنه. به گفته او، هوش مصنوعی فقط یک تکنولوژی نیست، بلکه ابزار قدرت، اقتصاد و حتی امنیت ملی کشورهاست. ترامپ بعدش رفت سراغ موضوع تعرفه‌ها. اون گفت تعرفه‌هایی که دولتش اعمال کرده باعث شده کارخانه‌ها دوباره به آمریکا برگردن، بازار بورس رشد کنه و وابستگی آمریکا به کشورهای دیگه کمتر بشه. از نگاه ترامپ بزرگترین رقیب اقتصادی آمریکاست چینه و اگر جلوش گرفته نشه میتونه به صنایع و مشاغل آمریکایی ضربه بزنه. برای همین تعرفه‌ها رو یک ابزار دفاعی میدونه، نه یک تصمیم موقتی. اگه بخوایم این صحبت‌ها رو کنار هم بذاریم، یه نکته خیلی مهم مشخص میشه. ترامپ داره سعی میکنه همه این موضوعها رو به هم وصل کنه. از توقیف نفتکش ونزوئلایی گرفته تا تعرفه‌ها و حتی هوش مصنوعی. پیام اصلی اینه که آمریکا باید در همه زمینه‌ها، اقتصاد، انرژی و فناوری دست بالا رو داشته باشه. هوش مصنوعی توی این نگاه فقط ابزار پیشرفت نیست، بلکه یه سلاح رقابتی جدیه. در واقع ترامپ داره آینده رقابت جهانی رو نه توی جنگ نظامی، بلکه توی فناوری و اقتصاد تعریف میکنه. پس ماجرا فقط یک توقیف نفتکش ساده نبود. این اتفاق بخشی از یک تصویر بزرگتره. تصویری که توش رقابت آمریکا و چین، هوش مصنوعی، انرژی و اقتصاد به هم گره خوردن. صحبت‌های ترامپ نشون میده که سیاست‌های آینده آمریکا تمرکز زیادی روی تکنولوژی و قدرت اقتصادی خواهد داشت. نظر شما چیه؟ آیا هوش مصنوعی واقعاً مهمترین میدان رقابت بین کشورهاست؟ نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید و اگه از این تحلیل ها خوشتون میاد حتماً کانال رو سابسکرایب کنید.